اون موقع من خواهرت بودم، الان دختر مردمم. اون موقع من باید میمردم، الان میتونم حرف بزنم. مگه جرم قانونیش چقدر؟ جا این که نشستی اینجا داری بازخواستم میکنی بیشتر از ادامه؟ شما که یه بار منو کشتی کمته، بازم این کارو بکن. فکر میکنی مقاومت میکنم؟ نه به قرآن. تو هم نکشی، فردا پس فردا سر کله شهرروز پیدا میشه، میاد سراغم، هر جا که باشم پیدا میکنه. فکر میکنی من کم فکر و خیال دارم؟ نمیدونم باید کدوم گوری برم که مردم با انگشت نشونم ندن. بابا ولم کن، بذار برم. به روح مامان قسم، همون شب که بابا دستمو گرفت آورد انداخت تو این زیر زمین، همین که نفسم بالا اومد میخواستم برم، مامان نذاشت. تو تایی نشستن جلو زار زدن که تو بری ما میمیری. که از بابا دستی نره خر عملی رو گرفته آورده میگه این حاضره بگیرتت. مگه من چیکار کردم که اون حاضره منو بگیره؟ اونقدر که از خودم بدم میاد از شما بدم نمیاد شاهین.